تو این ویدیو قرار 10 تا تسک پشت سر هم انجام بدیم از شماره 1 تا شماره 10. اگه نتونیم به ترتیب انجام بدیم یا این تسک رو کمتر از 1 ساعت به پایان برسونیم یه جریمه خفن آخر ویدیو داریم. آقا تسک اولی یه دونه آب معدنی باید تا ته بخوریم. 6 7 دقیقه است اینجا دنبال سوپرمارکتیم، بالاخره یه دونه سوپرمارکتی پیدا کردیم. بریم. آقا بالاخره یه دونه آب معدنی گیر آوردیم. اینو تا ته بخوریم بریم سراغ تسک دوم. تسک دوممون قهوه کلمبیا. یه دونه کافه اون بالا بود. بیا بریم. آقا رفتیم یه قهوه کلمبیا هم گرفتیم. چه مینیون خوشگلی. این قهوه هم بزنیم و بریم سراغ تسک بعدی. وایسا تسک دوم اینم چیه؟ تسک سوم ببخشید بستنی موزی. خب آقا بستنی موزی هم گرفتیم. بستنی رو بگیر. این مردار بستنی بگیر. بستنی موزی. آب و قهوه و بستنی موزی. اینجا آشغال نگذارید. بریم اون وقت برایشو تو بخور. بیا آقا تسک چهارم غذا به 3 گربه. آفی مردان ما بستنی هم نتونست بخوره خودمون میخوریم. یه نه سوسیس گرفتیم بریم گربه پیدا کنیم. آقا گربه رو اومدیم غذا بدیم. بیا این خودش غذا داره. حساب ما بریزیم اینجا بخوره. آقا حساب خورد. این از اولیش. بریم بعدی. آقا یه گربه دیگه پیدا کردیم. این دومی. بیا آقا یه لیسش بزن. رفتیم لیس بزن تدی. لیس. آقا بریم بعدی. یه گربه پیدا نمیشه. 2 تا گربه توی چند دقیقه؟ توی 9 دقیقه پیدا کردیم. 2 تا گربه 7 9 دقیقه. بریم یه گربه دیگه پیدا کنیم بریم سراغ تسک بعدی. آقا یه گربه دیگه پیدا کردیم. گربه رو بگیر. اینم بهش غذا بدیم. اینقدر سوسیس گیرش اومد. آقا خورد. خب آقا تسک چهارممون هم انجام دادیم. به 3 تا گربه غذا دادیم. میریم سراغ تسک پنجم. تسک پنجم چیه؟ تسک پنجم باید یه نفر رو پیدا کنیم لباس قرمز پوشیده باشه. کلاه قرمز، تیشرت قرمز، شلوار قرمز. نه همون 3 تا. خب اینم لباس قرمز. آقا تسک. خب آقا تسک ششممون هم 5 دقیقه فریزه. همینجا باید 5 دقیقه فریز بمونیم. تسک هفتم. تسک هفتم رو نمیگم. بریم ببینیم تسک هفتم چیه. تسک هفتم انجام بدیم. چنل دراب و سابسکرایب کنید.
همین که این آقا دمت بندت. آقا تا تسک هفتم انجام دادیم. تسک هشتم سوغاتی شیراز بود. مسقطی من میدونم برای شیرازه. مسقطی نتونستیم پیدا کنیم هر چقدر گشتم. تسک نهم که تسک نهم اون چیز بود، پلاک 40 بود، ایران 40 باید پیدا می‌کردیم بین ماشینا. مستقیم بریم گلوریا رو بگیریم، مجازاتمون رو انجام بدیم دیگه. آقا تو این محله رفتیم، کلا 2 تا سوپرمارکتی داشت، هیچ کدومشون نداشتن گلوریا. یه محله دیگه رفتیم پیدا کردیم، یه دونه سوپرمارکتی یه گلوریا گرفتیم. یه ذره ازش می‌خورم قبول کنید دیگه، خیلی تنده. تا ویدیو بعدی.